پسر افغان یک جمع یک چند میشه بچیم؟ 17. یک جمع یک چند میشه؟ 4. یک جمع یک چند میشه اولاوده؟ 21. تخم سگ. این یکی با این یکی چند تا میشه؟ این دوتا چند تاست؟ 3. اوه بیبی بچیم، ای سمیراست، ای سحر است. اینا جمع هم چند نفر هستن؟ 2 نفر. خیلی خوشحال شدم از آشناییت. تو واقعا با اون دیگه پسرایی که قطعش من ماچ بازی کردیم تو خیلی فرق میکنی. مای لیدی، من هم آشناییت خوشحال شدم. تو موچخر رویای ما پیدایت کردم. دخترای ما در قرار اول عشقم یک ماچ بتی. نه صبر، مرا دوست داری؟ ها هیچ وقت مرا اعلان نمیکنی؟ نه بریم خیانت نمیکنی؟ نه مسیجای ما دیر جواب نمیدی؟ نه و دیگه دخترا نگاه نمیکنی؟ نه بریم هر چیز میخری؟ ها بریم آیفون 13 میگیری؟ نه چی؟ ها ها؟ نه نه برو گم شو بی ناموس. میخواستی از موس تو استفاده جنسی کنی ها؟ برو گم شو بلاک. What the fuck? What the fuck? رئیس آوردیم بچه ها را. خواه بچه امریکایی، بچه آلمانی، بچه افغان. او بچه او کلاشینکوف برای ما بتی. بچه امریکایی، برای تجاوز کنیم یا بکشیمت؟ منو نکشید، منو تجاوز کنید. ببرین ایره. بچه آلمانی، بکشیمت یا برای تجاوز کنیم؟ نه با من تجاوز کنید. ببرین ایرم. بچه افغان، بکشیمت یا برای تجاوز کنیم؟ فکر کردیم خودم میوازم اینجا. مرک بکشید. اینقدر برایش تجاوز کنید تا بمیره. پدرای قدیم. پدر چرا از ما حمایت نمی کنی؟ سرگردان ماندم من. ببخشید بچیم، زیاد مصرف بودم، اصلا تو رو یادم رفته بود. بگی این پیسه رو بگی برو برای خودت موتر خانه بگی. او زنکه بخی که بریم برای بچه ما زن بگیریم. بریم. بدرای جدید. این بچه ها رو دوستای من سایکو همه ایشون پدرشون حمایت میکنن. تو اصلا مرا حمایت کردی دالی؟ راستی نکردیم تالی؟ خب بگو دیگه. فالوره عزیزم، پسرم رگباری فالو شوه. بیا دیگه نگویی. دعوای بچه ها. دعوای دخترها. ایشالله 8 دفعه بیوه شوید. خودتم ایشالله ماچخر شوید و پنک بزنید. چی؟ ماچخر خودت از دی خواهر خاندای؟ این دخترکای غربی همانند پری هدف بلند شد ابر و قمر. سلام عزیزم، من آمدم. خوش آمدی عشقم. امروز حمام کردم. اپیلاسیون کردم. آرایش کردم. لبسرین زدم. لباسای نو پوشیدم. چی؟ ببخشید، نظافت جزو ایمان است. برای خانه مادرت برو. ناز نکن
جمع دخترا. لیلا رو میشناسی؟ نه. لیلا کی است؟ خواهر فاطمه دختر خاله زهرا که میشه زن برادر شوی شبنم. نه نمیشناسم. بابا لیلا خواهر محمد پسر موسی همسایه مریم دختر بیبی گل. نه نمیشناسم. ای بابا همون که دیدیمش در روسیه مهسا دختر بزرگ عبدالله که پدرش میشه دایی رازیه، برادرش هم دختر کاکایش گرفتن مادر کلانشان و مادر کلان زلیخا دختر ماگل میشن. لیلا. چی شده لیلا را؟ بگی باورت نمیشه، لاغر شده لاغر. جمع پسرا. ایلیا شکرالله رو میشناسی؟ شکرالله گوی کدام تشناب است که من بشناسمش؟ او باید مرا بشناسه. السلام علیکم. علیکم السلام. نترس من شیطان هستم، نترس. شیطان نترس، من چی بترسم؟ چی میخوای از من؟ با من مثل بیادرت گپ بزن. یک سوال دارم اون رو جواب بدی. چی سوال؟ اینجا 4 دانه دختر افغان بود، آمدم نیستن. تو اینجا چی میکنی؟ اونا کجا هستن؟ با دختره افغان چی کار داری؟ برو دختره خارجی رو ما چخر کو. با دختره ما کاری نداشته باش. بیا من با تو راحت باشم. ببین من 10 هفته است 2 روز میرم آمریکا درس میتم، 2 روز میرم آلمان درس میتم، 3 روزم میایم از دخترای افغان درس یاد میگیرم. اونا کجا هستن؟ دختر امریکایی، دختر آلمانی، دختر افغان. اول از دختر امریکایی، اگر دوست پسر تو با دخترای دیگه چت کنه چی میکنی؟ چیزی نمیکنم، اشکال نداره، فقط با من هم مسیج کنم. واو شما خیلی حرامی هستین. دختر آلمانی، اگر نفری تو با دخترای دیگه مسیج کنه چی میکنی؟ با دخترای غریبه مسیج نکنه، با هر کی دلش خواست مسیج کنه، من کاری ندارم. خوب است. دختر افغان، اگر دوست پسر تو با دخترای دیگه چت کنه چی میکنی؟ چی؟ با کی چت کردن؟ مثلا گفتم. چی؟ مثلا؟ صبر کن. الو؟ خواهی دست سر بیلیاقتت کنم، من برای چی کم گذاشتم میری با مثلا چت میکنی؟ برو با همون مثلا جانت خوش باش. بای. بگردم آی بگردم، میخوام دارت بگردم، میخوام قربون تو